نورستان یکی از ولایت‌های کم نظیر افغانستان است که به خاطر زیبایی‌های طبیعی، فرهنگ غنی و تاریخ خاص خود شهرت دارد. این ولایت در مرز با پاکستان واقع شده و به دلیل موقعیت جغرافیاییش دارای کوههای بلند، دره‌های عمیق و جنگل‌های سرسبز است. از جمله ویژگی‌های بارز این نورستان میتوان به مناظر بکر و طبیعت دست نخورده آن اشاره کرد که برای دوستداران طبیعت و کوهنوردان جذاب است. جغرافیا و اقلیم نورستان در ارتفاعات بالای کوههای هندوکش قرار دارد و به همین دلیل دارای اقلیم کوهستانی است. این اقلیم باعث می شود که تابستان‌ها هوا معتدل و زمستان‌ها سرد و برفی باشد. رودخانه‌های خروشان و چشمه‌های آب زلال از ویژگی‌های طبیعی این منطقه هستند. فرهنگ و زبان نورستان. مردم نورستان عمدتاً از قوم نورستانی هستند و زبانهای مختلفی از جمله زبان نورستانی و پشتو را هم صحبت میکنند. فرهنگ نورستانی غنی از آداب و رسوم خاص خود است که در جشنها، موسیقی، رقص و هنرهای دستی تجلی پیدا میکند. یکی از مهمترین جشنهای مردم نورستان جشن بیداری است که در آن به استقبال فصل بهار می‌روند. تاریخ نورستان در گذشته به عنوان کافرستان شناخته می‌شد، زیرا مردم آن به دین زرتشتی و سپس به دین‌های دیگر اعتقاد داشتند. در اوایل قرن 20 این منطقه تحت تاثیر اسلام قرار گرفت و مردم آن به تدریج به دین اسلام روی آوردند. تاریخ نورستان پر از داستان‌ها و افسانه‌های محلی است که نشان دهنده هویت فرهنگی این منطقه است. چالش‌هایی که این ولایت با آن روبرو است. نورستان با چالش‌های متعددی مواجه است. جنگ‌ها و ناامنی‌های مداوم در افغانستان بر زندگی مردم این ولایت تأثیر گذاشته و باعث شده تا توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی با مشکل مواجه شود. همچنین کمبود امکانات آموزشی و بهداشتی یکی دیگر از چالش‌هایی است که مردم نورستان با آن روبرو هستند. و می رسیم به بهترین ویژگی که ولایت نورستان دارد، یعنی گردشگری و محلی برای گردشگران. با وجود چالش ها، نورستان به عنوان یک مقصد گردشگری بالقوه شناخته می شود. مناظر طبیعی زیبا، کوههای سر به فلک کشیده، آبشارها و روستاهای سنتی می تواند گردشگران را جذب کند. اما برای توسعه گردشگری در این منطقه نیاز به سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم وجود دارد. در نهایت نورستان با تمام زیبایی‌ها و چالش‌هایش یک منطقه منحصر به فرد در افغانستان است که می‌تواند به عنوان یک الگو برای حفظ فرهنگ و طبیعت بکر در برابر تغییرات جهانی مورد توجه قرار گیرد.